برای معلومات خاطررسان میکنیم که بهر اشتراک در این رزمایش مشترک وسیع حربی، هیئت نظامیان قواهای مسلح جمهوری ازبکستان از قسمت مرزهای جنوبی تاجیکستان با تکنیک‌های وزنین زیرپوش جنگی و اتومبیلی، سلاح و مهمات حربی و جزء تام‌های تعینات مخصوص تحت حمایه و راهبلدی چرخبال‌های حربی روز 1 اوگوست وارد کشور ما گردیده در مشق‌های حرب میدان گرنیزان ختلان قرارگاه موقتی خویش را تشکیل نمودند. قواهای مسلح فدراسیای روسیه را باشد در این رزمایش حربی اساساً جزو تام‌های پایگاه نظامی 201 این دولت تشکیل نموده نیروهای علاوگی و هواپیماهای محاربوی از دیگر منطقه‌های این کشور به مشقگاه انتقال یافتند. از جانب قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به مشق‌های مشترک حربی، هیئت شخصی قسم واحدهای نظامی قشون‌های خشکگرد مستقر در گرنیزان ختلان و چرخبال و هواپیماهای قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی ارتش ملی به آن جلب کرده شدند. بعد از 5 روز بودوباش، هیئت نیروهای مسلح تعیین شده قبل از شروع نمودن به کارکرد مرحله‌های مشق‌ها و عملاً تطبیق نمودن مطلبی به عنصرهای ضد تروریستی پیش بینی شده در میدان حدود مشق‌های نظامی حرب میدان صف آراستند و چون عنعنه با صدای سرودهای ملی و در یک وقت با برداشتن پرچم‌های دولتی بر آزمایش مشترک وسیع نظامی آغاز رسمی بخشیدند. در مراسم افتتاح مشق‌های مشترک نظامی، نمایندگان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیای روسیه در نزد اشتراک کنندگان این رزمایش وسیع حربی برآمد نموده دایر به هدف و ماهیت برگزار نمودن عنصرهای ضد تروریستی اظهار اندیشه کردند و بهر با موفقانه و در هماهنگی کارکرد و تحریزی نمودن تمرین‌های مشترک نظامی به هیئت نیروهای مسلح در مشق‌ها شرکت کننده برای کامیابی‌ها را تمنا کردند. با همین ترتیب نیروهای مسلح 3 کشور در دوام 10 روز با تشکیل خیمه‌های صحرایی، شرایط زیست موقتی، موضع بودوباش هیئت شخصی، معین نمودن جبهه محاربوی و مدافعوی و با گذاشتن نشانه‌ها که تجسمگر دشمنان احتمالی بودند با هجوم دوردار گذشتن را مشخصاً کارکرد نموده مشقگاه نظامی حرب میدان را به میدان شرطی نبرد تبدیل دادند و بهر دایر نمودن عملیات جنگی پورا آماده گشتند. میدان شرطی جنگ یا خود مشقگاه نظامی حرب میدان با پهنایی زیاده از 200,000 متر مربع در قسمت جنوب کشور قرار داشته. آن از مرکز پایتخت شهر دوشنبه در مسافه 170 کیلومتر جایگیر است و از نقطه فرماندهی که مرکز مشقگاه به حساب می رود طبق حساب خط راست مستقیم آن تا مرزهای دولت اسلامی افغانستان در مسافه 25 کیلومتر جایگیر می باشد. بهر نظارت و جنبست و نتیجه گیری از دور نهایی مجموع مشق‌های مشترک وسیع نظامی 3 کشور صبح 10 اوگوست وزیر مدافع مملکت سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری ازبکستان فرمانده حوزه مرکزی حربی قواهای مسلح فدراسیای روسیه رئیس ولایت ختلان و دیگر شخصان رسمی به مشقگاه آمدند. از روی موضوع و مطلب برگزاری مشق‌های مشترک وسیع نظامی گویا یک جفت هواپیماهای حربی تعلیمی L-39 هنگام گذرانیدن رزودکای فضایی در قسمت سرحد دولت اسلامی افغانستان و در چند نقطه مسئولیتناک هممرز با تاجیکستان و ازبکستان جمع‌شوی گروه‌های غیرقانونی مسلح را مشاهده می‌نمایند و همزمان از عبور غیرقانونی سرحد دولتی خبر می‌دهند. با گرفتن معلومات رزودکوی، عملیات مشترک نظامی جزو تام‌های قواهای مسلح تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیای روسیه در شرایط دشت و صحرا، محله‌های اهالی نشین، بنا انشاءات مهم دولتی، موضع‌های استراتژی و راه‌های دشوارگذر کوهستان حدود جمهوری از روی پیشگیری نمودن عبور غیرقانونی مرز، دستگیر و بی‌ضرر گردانیدن افراد سرحد شکن
تارمار نمودن هیئت تشکیلات‌های تندروی تروریستی و اکستریمیستی یا خود دشمنان شرطی به حالت معتدل و امن و ثبات برگردانیدن وضع سرحد دولتی تاجیکستان و ازبکستان شروع می‌نمایند. ضمن برگزاری مشق‌های مشترک وسیع نظامی از جانب نیروهای مسلح سه کشور در رزمایش شرکت کننده یک قطار عنصرهای مختلف ضد تروریستی از جمله بردن عملیات رزویدکای فضایی و زمینی، مشخصاً معلوم نمودن تعداد افراد سرحد شکن، در نقطه‌های عبور مرز معین نمودن شماره باقی مانده قوه‌های غیر قانونی با کدام سلاح و مهمات جنگی مجهز و مسلح بودن آنها، طریق اویاتسیای جنگی فرود آوردن دیسانت فضای تاکتیکی، فوراً تشکیل نمودن ستاد مشترک اداری نیروها، سفربری قشونها، هماهنگ کردن عملیات جزء و تامها با آتش شدید چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی، هواپیماهای ضربه‌زن و خیره کننده، تکنیک‌های وزنین زره‌پوش حربی، واسطه‌های ارتلری و استفاده دیگر سلاح و مهمات نظامی، ایستادگری نمودن و زده برگردانیدن هجوم جبهوی دشمنان شرطی در این رزمایش عملاً تشکیل و براه مانده شدند. همین طریق در تمرینگاه حرب میدان جزء تامهای سواره و پیاده نظام قوه‌های مسلح تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیای روسیه با استفاده تمام قوه و تجهیزات‌های به جنگ پیش بینی شده از تکنیک‌های وزنین زره‌پوش، اویاتسیای جنگی، ارتلریاهای خودگرد، автомашинаҳои махсуси замонавии зирҳдор, норинҷаки дастӣ ва дигар силоҳу муҳимоти ҳозиразамони мухталифи ҳарбӣ ба сӯи ҳадафҳои ниҳоӣ ки таҷассумгари душманони шартӣ буданд оташи шадид равона карданд. ҳадафи доир намудани машқҳои муштараки васеъи низомӣ ин амалан санҷидани иҷрои вазифаҳои ҷангии ҷузъу томҳо ҳангоми номӯътадил гардидани вазъият дар сарҳади давлатӣ, сайқал додани таҷрибаи ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, федератсияи Россия ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ташкили амалиёти бомафақонаи низомӣ, ҳамоҳангии ҷузъу томҳо дар сурати ба вуқӯъ пайвастани ҳама гуна таҳдиди хатар, вусъат додани қувва ва воситаҳои моддӣ техникӣ, آموزش و ازبر نمودن منطقه و موضعهای جغرافی ضمن دایر کردن همه گونه عملیات جنگی و سفربری قشونها را در سمت دایر کردن عنصرهای مختلف ضد تروریستی در منطقه های مرزی، شرایط دشت و صحرا و کوهستان حدود جمهوری های با ما همپیمان در بر می گرفت. در برابر جلب بیش از 2500 نفر خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح سه کشور همزمان در این مشق‌های مشترک وسیع نظامی 25 عدد اویاتسیای جنگی از جمله چرخبال‌های می-8 می-24 هواپیماهای محاربوی بمب انداز خیرکننده و ضربه‌زن زیاده از 500 عدد تکنیک‌های مختلف وزنین زره‌پوش جنگی واسطه‌های گوناگون ارتلری автомашинаҳои махсуси зирҳдор ва дигар лавозимоти низомӣ дар он истифода шуданд. ضمن ҷанбасту натиҷагирӣ аз даври ниҳоии маҷмӯи машқҳои муштараки васеъи низомии се кишвар вазири мудофиаи мамлакат генерал полковник Шералӣ Мирзо, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии Ӯзбекистон генерал майор Шӯҳрат Холмуҳаммедов, фармондаи ҳавзаи марказии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Россия генерал полковник Александр Лапин ва дигар шахсони расмӣ доир ба аҳамият ва ҳадафи баргузор намудани машқҳои ҳарбӣ дар назди ҳайати иштирокчиёни он баромад карда иброз доштанд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар сарони давлатҳои минтақа ва ҷаҳон доимо ҷонибдори ҳалли мусолиҳатомези муноқишаҳои дохилӣ буда бо кишварҳои ҳамсоя ва сулҳхоҳи сайёра ҳамеша бар зидди амалҳои даҳшатбори гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ ва фаъол гардидани ташкилотҳои ғайриқонунӣ дар муборизаи муштарак қарор дорад
و دولت‌های همسان منطقه و جهان را به مقابل همه پدیده‌های نامطلوب عصر پیوسته به محاربه دستجمعانه دعوت می‌نماید. در جریان سخنرانی همزمان قید کرده شد که در دایره همکاری‌های متقابلا سودمند حربی و حربی تکنیکی تشکیل و براه ماندن چنین تمرین‌های وسیع نظامی بیشک به تأمین امنیت دولت‌های همسان و تحکیم بخشیدن صلح و ثبات در منطقه مساعدت نموده، آن در سمت مبارزه مشترک علیه همه تهدید خطرهای تروریستی و اکستریمیستی، صیقل دادن مهارت کسبی و آماده باشی دائمی جنگی جزء تام‌ها و برای باز هم بلند برداشتن اقتدار مدافعی کشورهای همپیمان تأثیر بی‌واسطه می‌رساند. این نقطه را قید کردن به مورد است که در هر دور و زمان دولت‌های علاهیده برای حفظ مرز و بوم و تأمین حیات آسایشته مردم تکیه به نیروهای مسلح و خلق کشور خود می‌نمایند. از این خاطر با نظرداشت وضع پرتضاد جهان معاصر هر یک شهروند صلح‌پرور جامعه امروزه را می‌باید که برای حمایت دولت و همه ارزش‌های استقلال ملی آماده باشد تا در صورت ضروری دفاع از این مرز و بوم اجدادی نماید، چون که مسلم است که این سرزمین مقدس را از ما بیشتر کسی دوست نخواهد داشت و از ما بهتر کسی حمایت نخواهد کرد. بعد از تقدیم تحفه‌های خاطروی به اشتراکچیان فعال این چهاربینی حربی، گذشت نظامی هیئت شخصی یا خود جزء تام‌های در این رزم‌های شرکت نموده دایر گردید که آن انجام بخش دور جنبستی مجموع مشق‌های مشترکی وسیع نظامی جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیون روسیه در مشق‌گاه نظامی حرب میدان گرنیزان ختلان گردید.